علی پیامبر است. علی پیامبر، علی پیامبر، علی پیامبر و فرقان و نور و کوثر و قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست. علی چو شخص پیامبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. بی تردید حب و دوستی اهل بیت علیهم السلام وقتی عاری از خرافات یاوه‌گویان باقی بماند، احساسات صادق و پاک مسلمانان برای آن به جوش می آید. ولی هنگامی که از حدود شرع تجاوز کند، به کینه و دشمنی با آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم تبدیل می شود و این بدان سبب است که دروغ بافتن و از خود حرف درآوردن غلوآمیز به هر صورتی که باشد نمیتوان آن را حب و وفاداری نسبت به اهل بیت علیهم السلام دانست، بلکه درست عنوان نفرت و خصومت را به خود میگیرد. قطعاً منفورترین افراد نزد حضرت عیسی علیه السلام کسانی اند که در اوصاف او غلو کردند و او را یک بار همتای الله و یک بار به عنوان پسر الله لقب دادند و تحریفاتی از عقاید بتپرستی ابداعی خود را به جای رسالت الهی حضرت عیسی علیه السلام جایگزین کردند و آن را دین مسیح علیه السلام خواندند و خود و دیگران را با آن قانع کردند. کسی از این مداح جاهل و مرشدانش بپرسد دلیل سخنانت چیست؟ وقتی میگویی علی چو شخص پیامبر همواره بیمانند است، در واقع مانندی برای او تراشیده ای و بیمانندی معنایی ندارد. و وقتی میگویی علی چو ذات الهی بی همتاست، خود به خود بی همتا بودن الله عزوجل را نفی کرده ای، چون برای او همتایی دیگر تراشیده ای. در این امت نیز کسانی هستند که در اوصاف اهل بیت غلو می کنند و ایشان را یک بار همتای الله و یک بار همانند پیغمبر می دانند. راست می فرماید قرآن کریم در مورد چنین مردمان: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. و دسته‌ای از مردم هستند که همتایانی برای الله میگیرند و آنها را مانند الله دوست می‌دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند. و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند، دریابند که همه قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است.